اشخاصی که در روز خونگیری که با اشتراک کارمندان مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی خون در ولایت صورت گرفت، مراجعت کنندگان که از تشکیلات و مؤسسه های ناحیه وخش اشتراک داشتند کوشش کردند به قدر امکان و برای دستیاری دراز نمودن به احتیاجمندان خون سهم گذاری نمایند. واقعا خون سپردن از یک جهت اگر که به سلامتی انسان فایده آور باشد، از طرف دیگر کمک می شود با نفرانی که به خون احتیاج دارند و در حالت وزنین بستری می باشند. در تمام شهر و ناحیه های ولایت جمع آوری خون که طبق نقشه چهاربینی های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و ریاست تندرستی ولایت دایر کرده می شود، مقصد ذخیره خون و جزهای آن که به 4 گروه جدا می شود عبارت است: نقلیات سیاری ترانسفوزیونی که شرایط مساعد طبی را دارا می باشد و راهبریت ساختار شبکه های کمک اولیه طبی با دیگر ساختارهای ساحه که در ناحیه وخش فعالیت می نمایند در روز چهاربینی سهم نظر است گذاشتند. هر نفری که در این چهاربینی اشتراک می نماید پیش از خون سپاری وضع سلامتیش معین کرده می شود و اگر که بیماری سیرتی دامنه زرپروین و یا هپاتیت های ویروسی داشته باشند یا اینکه سیرت شده باشند، قطعاً من است خونگیری از آنها. سالهای آخر طور متخصصان مرکز اطلاع می دهند خیر کنندگان دانران اختیاری یعنی به پاداش به مرکزها زیاد می گردد و البته که خون سپرده آنها بعدی کارکرد در آزمایشگاه ها پیشنهاد کرده می شود با آن نفرانی که بیمار دارند و احتیاج به خون. این زمان که روزهای خونگیری در شهر و ناحیه های منطقه باختر که تحت شعار حیات را هدیه نما دانور خون شو دایر گشته ایستاده است و با مقصد بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی و برای آسان نمودن مشکلات مردم که برنامه ملی عاید به تامین بی‌خطری خون دانوری و تکمیل فعالیت خدمات خون در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 قبول گردیده است، کارمندان طب در عملی سازی برنامه تدبیرجویی می نمایند و نتیجه کارهای عامه‌فهمانی کارمندان، مراجعت شهروندان و دانران اختیاری رو به زیادشوی است. طور اطلاع داده شد روزهای خونگیری تا 14 ایون طبق نقشه چهاربینی ها در دیگر شهر و ناحیه های ولایت برگزار می گردد که در ذخیره خون و جزهای آن مساعدت می نماید.